بسم الله الرحمن الرحیم. اسماعیل سوناز فومنی هستم، رئیس حسابداری سیمان شهرپورت. کلاس ها که بسیار خوب بود، من راضی بودم. حالا آقای دکتر اکبری بودن و آقای دکتر ریاضی. دکتر اکبری که در زمینه مالیاتی واقعا فوق العاده بودن. بحث و گفتگوها و پرسش هایی که انجام شد بسیار عالی بود. بحث ها خیلی جالب در حد خود کلاس بود. هنرجوها سوال میپرسیدن، پرسش داده میشد و ممکن بود همون سوال برای بقیه باشه و همین باعث شدش که به اصطلاح هم بحث گسترش پیدا کنه و پیرامون همون سوال پاسخهای خوبی هم که به اصطلاح داده بشه. ما ممنونم از مدرسه کسب و کار روشنگران. بسیار متشکرم که یک مجموعه خوبی بوده، تونسته این مجموعه با همکاری همدیگه یه همچین شرکتی رو با مدیریتی که داشته خانم آقا مرادی محترم پیش ببرند و به نظرم شرکت موفقیه در آینده و دوست داریم این کارگاه آموزشی ادامه دار باشه. انشالله که موفق باشن. واسه خوشبختی من هم هست که اینجا هستم و از این کلاس استفاده کنم. موفق و معید باشید.